سلام همگی. در این ویدیوی آموزشی راجع به سطوح حمایتی و مقاومتی صحبت میکنیم و یاد میگیریم که چطور با استفاده از این سطوح در چارت دنبال مناطقی باشیم که روند برگشت داده میشه و میتونیم در معاملاتمون از این سطوح استفاده کنیم. سطوح حمایتی و مقاومتی یا ساپورت اند رزیستنس یکی از مفاهیم مهم تحلیل تکنیکال هست که معامله‌گران و تحلیلگران روزانه از این مفاهیم یا از این مناطق در چارت استفاده میکنن تا معاملات خودشون رو فعال و اجرا کنن. خیلی ساده تر بخوایم بگیم این سطوح حمایتی یا مقاومتی بارها ممکنه در چارت شناسایی بشن. علت این که این سطوح رو میگیم حمایتی یا مقاومت به این خاطر که سطوح حمایتی از ریزش قیمت جلوگیری میکنه و سطوح مقاومتی یا رزیستنس از رشد قیمت جلوگیری میکنه. تعریف ساده مربوط به حمایت و مقاومت رو میخوایم ما اینجا یاد بگیریم. بخوام کمی پیچیده ترش کنم، روش های مختلفی برای شناسایی این سطوح استفاده میشه. یکی از اون روش ها فیبوناچی هست، تراسای فیبوناچی. روش بعدی پیوت پوینت ها هستن. باز روش های بعدی هم که داریم که استفاده از اندیکاتورهای مانند میانگین متحرکات برای شناسایی این سطوح کاربرد دارن. دو مدل ما حمایت و مقاومت داریم: حمایت استاتیک، حمایت داینامیک. مقاومت استاتیک، مقاومت داینامیک. حالا بیایم راجع به اینا صحبت کنیم در چارت. تایم 4 ساعته طلا رو میبینید. خب من اگر یک بازه زمانی رو انتخاب کنم برای تحلیل کردن، اصولا اینه که شما یک رنج زمانی رو انتخاب میکنید برای تحلیل کردن و در این رنج زمانی دنبال سطوحی میگردید که قیمت به اونا واکنش داده و در عکس یا در خلاف جهت انتظارات حرکت کرده. مثال، من خطکشم رو بردارم، از لایو کندلم برگردم به یکی دو روز قبل یا یک هفته قبل. من یک رنج هفتگی رو در نظر میگیرم. حالا تایم فریم 4 ساعت هست. این هفته قبل تا به امروز، اینجا یک رنج هفتگیه. من اگر بخوام سطوح حمایتیم رو مشخص کنم، خب طبیعیه اینجا یک منطقه حمایتی هستش، چرا که روند ریزش کرده، از اینجا حمایت شده. نحوه رسمش هم اینه که به دو صورت شما میتونید عمل کنید. کندلی رو انتخاب کنید که بعد اون روندی در خلاف جهت اصلی شروع به حرکت کرده. اگر من اینجا رو رسم کنم میبینید که عرض کندل، حالا اگر شادو داشته باشه انتخاب میکنم، از شادو به شادو رسم میکنم، یک باکسی رو میکشم، میتونم براش اسمم انتخاب کنم، بنویسم ساپورت 4 ساعته. در نظر داشته باشید که ما دو مدل حمایت و مقاومت داریم. اینی که الان ما داریم بررسی میکنیم ساپورت یا منطقه حمایتی استاتیک هستش. این ساپورت 4 ساعته ما هست. اینجا به این صورت شناسایی میشه. در سبک‌های مختلف ساپورت یا حمایت ما میتونه اوردر بلاک باشه یا منطقه بیس باشه. حالا سبک‌های مختلف اسمای مختلفی داره، ولی ساده ترش ساپورت ما هست یا بهش میگن منطقه تقاضا. حالا به فارسی بگیم یک سری در واقع مورد بعدی مقاومت ما هستش. مثال، من اگر بخوام در این رنج مقاومت خودم رو پیدا کنم، یکی اینجا هستش، رنگش هم من قرمز میکنم. باز اینجا من میتونم عرض کندل رو در نظر بگیرم، ولی ببینید این شادویی که اینجا هست خودش در تایم فریم های پایین‌تر یک منطقه مقاومتی هستش. یک مقاومت هم بالا دارم، اینجا هست. دو مدل ما سطوح حمایتی و مقاومتی داریم. اینه که ما کشیدیم سطوح حمایتی یا مقاومتی استاتیک هستن. یک مدل هم هست که به سطوح حمایتی و مقاومتی داینامیک معروف هستن که معمولا با خط روند شناسایی میشن. من اگر بخوام
یک خط روندی به این صورت داشته باشم. ببینید این خط روند ما به عنوان یک مقاومت داینامیک عمل میکنه. زمانی که قیمت زیر این خط روند باشه، روند ما باز ریزشی هستش، یعنی برخورد کنه و بعدش ریزش کنه. حالا میتونیم برای کف هم ما یک سطح حمایتی داینامیک رسم کنیم. مثال اگر من یک خط روندی رو رسم کنم از همینجا، خط روند داینامیک ما به عنوان حمایت داینامیک ما عمل میکنه. خب در واقع تکنیک های زیادی برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی هستش. ساده تر بخوایم بگیم، در هر تایم فریمی شما بارها این سطوح رو پیدا میکنید. مثال برم تایم فریم های پایین تر، در دل کندل های 4 ساعته باز من میتونم سطوح حمایتی و مقاومتی پیدا کنم. مثال برم تایم فریم 15 دقیقه، اینجا همون منطقه هستش که من به عنوان حمایت هم مشخص کرده بودم، اینجا منطقه هستش که به عنوان مقاومت هم در نظر گرفتم. اینجا میتونم کمی بهینه تر کنم، همون جمله که گفتم. این کندل 15 دقیقه‌ای که میبینید اینجا به صورت دوجی فرم هست، میتونه برای شما در نقش مقاومت ظاهر بشه، که چرا که بعدش یک کندل به سمت پایین حرکت کرده، در RTM بهش میگن بیسوم، بعدش یه حرکت اینگارف به سمت پایین. در ICT یا اسمارت مانی کانسپت شما اینجا در واقع ناتوان از حرکت به سمت بالا بودید، مقاومت ایجاد شده، برای شما یک بیریش اوردر بلاک، حالا اوردر بلاک بهش میگن در واقع تعریفشه، داشتید که نذاشته فعلا به سمت بالا حرکت کنه، ولی میبینید که روند به صورت رنج در نزدیکی منطقه داره حرکت میکنه. در تایم فریم 15 دقیقه باز من میتونم در دل روند خودم یک سری نواحی حمایتی و مقاومتی استاتیک و داینامیک پیدا کنم. مثال برای استاتیک نگاه کنید، در چارت خیلی ساده، اینجا قیمت حمایت شده، اینا سطوح حمایتی 15 دقیقه هستن، پایینی 4 ساعته هستش، 15 دقیقه در دل این 4 ساعته بوده. خب اینم همینطور در دل یک کندل 4 ساعته ممکنه شما چند تا سطوح حمایتی پیدا کنید. برای مثال اینا هستن، حتی یکی هم اینجا هست. در واقع قیمت در این مناطق حفظ شده و در جهت رشد حرکت کرده. بخوام 15 دقیقه نزدیک به روند رو پیدا کنم، ببینید روند من اینجا هستش، میتونه اینجا هم یک منطقه مقاومتی باشه، ولی دیگه بالاتر از اون یک منطقه مقاومت دارم. یه خط روند استاتیک هم میتونم داشته باشم، به این صورت امتدادش بدم به آینده و این رو خط روند بنویسم 15 مینت داینامیک ساپورت ترند. این هم خط روند 15 دقیقه ما محسوب میشه. خب کمی برم بالاتر ببینم که یک سطوح مقاومتی هم باز میتونم پیدا کنم. ببینید اینجا یک سطح حمایتی در گذشته بوده که شکسته شده و الان در نقش مقاومت ظاهر میشه. اینجا همینطور. ببینید در بازارهای مالی یک اصطلاحی داریم به اسم سقف و کف که معمولا بهشون میگن سوینگ، و یک ساختار داخلی داریم که بهش میگن اینترنال استراکچر، اکسترنال استراکچر. این حرکت بزرگ اکسترنال استراکچره. کندل من اینجاست، من اینجا قرار دارم. خب برای من مقاومت محلی اینه، حمایت های محلی اینن. یک مقاومت حمایت سوینگ دارم که پایین هست، یک مقاومت سوینگ دارم که این بالا هستش. این وسطی ها رو میگن ساپورت اند رزیستنس مینور. اونایی که در نزدیکی یک سوینگ هستن بهشون میگن ماژور. برای مثال در این باکسی که شما میبینید در اینجا، خود این
منطقه عرضه که در تایم فریم 15 دقیقه است یک مقاومت ماژولار یا ماژور حساب میشه. برای ما مهم هستش. در دل یک کندل 4 ساعته ما تونستیم یک منطقه مقاومتی 15 دقیقه‌ای هم پیدا کنیم. یه نکته در مورد استفاده از این مناطق، ببینید هر چقدر تعداد برخورد در یک منطقه بیشتر باشه اون منطقه دیگه شکننده میشه. یعنی شما قیمتتون حرکت کنه. ببینید الان اینجا در لایو مارکت میبینید که قیمت نزدیک به سقف داره حرکت میکنه. یکی دو بارم اینجا برخورد داشته. حالا اگر بخوایم کمی دقت کار رو ببریم بالاتر، این مقاومت محلی رو در نظر بگیریم، چند باری میبینید بهش برخورد کرده، شادو کرده، برگشت داده شده. پس در آینده احتمالی که این شکسته بشه خیلی زیاده. هر چقدر تعداد برخورد به یک منطقه حمایتی یا مقاومتی بیشتر باشه اون منطقه دیگه انگار سفارشاتش دیگه کم کم داره پر میشه و سفارشی دیگه در اون منطقه وجود نداره. پس قیمت اگر بخواد بار بعدی به اون منطقه برخورد کنه به احتمال زیاد اون منطقه رو بشکنه. در صورتی که شکسته بشه شما در آینده اون منطقه به عنوان منطقه فیلیپیا، منطقه‌ای که کاربردش تغییر پیدا میکنه استفاده میکنید. مثلا اینجا یک مقاومت محلی دارم در این تایم فریم، اینجا رو که میبینید یک خط روندی هم داره، مثلا یک خط روند تند و تیز داره اینجا. خب و اینم برای این. حالا خود من خیلی با خط روند کار نمی کنم ولی خب باز توضیحاتش رو داریم میدیم. نزدیک به یک سقف داره حرکت میکنه. خب ممکنه چند ساعتی رو اینجا علاف بشه، درگیر بشه، ولی خب در ادامه در صورتی که این منطقه رو بشکنه شما به اندازه گام حرکتیش حرکت میکنید تا این مقاومت عمل میکنه، باید پول بک کنه. وقتی یک حمایت یا مقاومتی شکسته میشه شما در برگشت بهش اصطلاح پول بک رو دارید. علاوه بر اینکه حمایت و مقاومت رو درک میکنید با اصطلاح پول بک هم باید آشنا بشید. پول بک یا ریتست اینا مواردی هستن که بعد از شکست یک منطقه حمایتی یا مقاومتی رخ میده. مثالش رو بگم، برای امروز طلا قیمت در یک مقاومت یک واکنشی داد بعد ازش رد شد. خب ما در آینده بخوایم تریدی رو انجام بدیم بازار به شما فرصت میده که اصلاح، یعنی از یک منطقه که رد شد اصلاح میکنه بیاد اون منطقه رو تست کنه که اگر من بخوام همین رو امتداد بدم به آینده، اینجا گذشته مقاومت بوده در این منطقه، حالا اینجا شکسته شده، پس در آینده من میتونم ازش استفاده کنم به عنوان یک منطقه مقاومت. اینجا یک پریروز البته مقاومت بوده، الان مقاومت شکسته شده، از بین رفته، دیگه سفارش سلی وجود نداره. پس تریدرها یا تحلیلگران میدونن که از اینجا که رد شد در آینده بهش برسه در نقش یک حمایت بازی میکنه که اصطلاحاً بهش میگم پول بک یا فیلیپ مناطق حمایتی و مقاومتی. همه این اصطلاحات در واقع تبدیل سطوح به همدیگر رو اشاره میکنن. مقاومت تبدیل شده به حمایت. میتونید در هر تایم فریمی حمایت و مقاومت خودتون رو پیدا کنید. خب و در این نواحی به ترید کردن در واقع مشغول باشید. مثال اگر من اینجا مقاومتم شکسته بشه اجازه میدم حرکت کنه، معمولا گام حرکتی به اندازه 2 برابر در واقع اون فشردگی خواهد بود. مثال اگر اینجا شکسته بشه منشأ حرکتش این هستش، به اندازه همین حرکت میکنه تا خودشو برسونه به این بالاتریه.
در سطوح حمایتی و مقاومتی پدیده‌ای داریم به اسم افزایش تقاضا. مثال اینجا قیمت رسیده به این پایین، تقاضا برای خرید این دارایی که اسمش طلا هست بیشتر شده. همچنین در نزدیکی مناطق مقاومتی عرضه نسبت به تقاضا برتری داره و خب باز بهتون گفتیم که هر چقدر برخورد به این سطوح بیشتر باشه، خب در تحلیل تکنیکال کلاسیک میگه هر چقدر سطوح بیشتر تست بشه اون سطوح قوی تره، ولی خب ما اینجوری در نظر نمیگیریم، میگیم که هر چقدر در یک منطقه حمایتی و مقاومتی تعداد برخورد بیشتر باشه، انگار شما بار اول میایید 100 تا از این ارده در یک منطقه حمایتی، فکر کنید مثلا 100,000 دلار معامله قرار گرفته، یک سری معامله‌گری اینجا 10 نفر اومدن معامله لانگ میخوام بگیرن، بای میخوام بزنن. خب بار اول که برخورد میکنه یه مقدار رو میگیره میره بالا، بار دوم باز یه مقدار رو میگیره میره بالا، بار سوم دیگه نمیتونه اون مقدار، چون دیگه سفارشی وجود نداره، چون دوبار رفته بالا دوباره برگشته به اون منطقه، یعنی دیگه زیاد توانی نداشته که خیلی بره بالا از اون منطقه فاصله بگیره. حالا در اون منطقه هستش، به احتمال زیاد دیگه اون منطقه رو از بین میبره یا میشکنه، ولی در تکنیکال کلاسیک میگه هر چقدر تعداد برخورد بیشتر باشه اون منطقه قوی تره، ولی باید دقت کنید که هر چقدر تعداد برخورد بیشتر باشه شکست محتمل تره. خب در مورد انواع سطوح حمایتی و مقاومتی که بهتون گفتم، سطوح حمایتی و مقاومتی استاتیک قوی تر از سطوح حمایتی و مقاومتی داینامیک هستن. یعنی سطوح حمایتی استاتیک وابسته به زمان نیستن، مقاومت استاتیک وابسته به زمان نیست، ولی داینامیک ها وابسته به زمان هستن، یعنی میتونن بشکنن و دوباره تغییر فاز بدن، از سطوح با هم دیگه تبدیل بشن. نحوه بررسی یا نحوه شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی به صورت ساده به این صورت بود. حالا در ادامه این ویدیو ما میخوایم دو روش دیگه هم برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی بهتون معرفی کنیم. خب داشتیم ادامه میدادیم که روش‌های مختلفی برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی در چارت استفاده میشه. اولین روش که ما در چارت پیاده سازی کردیم استفاده از اطلاعات تاریخی روز گذشته یا رنج زمانی که ما در واقع انتخاب کردیم برای اینکه این سطوح رو شناسایی کنیم. به این حالت بررسی هیستوریکال یا بررسی تاریخی قیمت در نواحی مختلف که بهش میگن بررسی داده‌های گذشته که شناسایی کردیم برای انتخاب یا رسم نواحی حمایتی مقاومتی. مورد بعدی که خیلی مهم هستش اندیکاتورهایی یا ابزارهایی هستن که کمک میکنن به شما که نواحی حمایتی و مقاومتیتون رو پیدا کنید. مورد دوم ما استفاده از تراز فیبوناچیه. فیبوناچی یک دانشمندی بود، حالا ما ویدیویی راجع به فیبوناچی داریم و نحوه استفاده از ترازهای فیبوناچی در معاملات رو در وبسایت قرار دادیم، ولی خب بخوام به صورت خلاصه اینجا بگم، شما یک موج رو اندازه گیری کنید، معمولا یک سری مناطقی رو برای شما در واقع در چارت نشون میده که خیلی مهم هستن. مثال ما اگر این موجی که اینجا شروع شده و اینجا حالا فرض بر این بگیریم که تموم شده، با فیبوناچی ریتریسمنت یا فیبوناچی اصلاحی بیام اندازه گیری کنم، این موج رو تقسیم بندی کنم بین ترازهای مختلف. مثالش اینجوری بگم که اگر اینجا شروع موج من و اینجا جایی که موج من تموم شده باشه،
یک منطقه سه تا منطقه برای من مهم هستن که مهمترینشون الان در چارت بهتون نشون میدم. میبینید که اینجا موج رو از 0 تا 100 اندازه گیری کردیم. منطقه 786 618 و نیم فیبو برای من خیلی